فیلم لحظه دعوای پزشکیان در برنامه زنده درگیری پزشکیان با مجری میزگرد. همونطور که میدونید این روزا کاندیدای ریاست جمهوری برای مناظره به تلویزیون دعوت میشن. چند شب پیش هم پزشکیان و مشاورینش به برنامه زنده شبکه 3 دعوت شدن تا به یه سری از سوالات پاسخ بدن. در میزگرد چند شب پیش طی یک اتفاق بسیار جنجالی یکی از مشاورین مسعود پزشکیان در حاشیه برنامه بگو مگو انجام میده که منجر به قطع شدن میکروفون این مشاور میشه. مشاور که از این کار مجری و تهیه کننده خوشش نمیاد بلند میشه و بهتر بقیه ماجرا رو خودتون توی فیلم ببینید. در مورد اخراج اساتید آقای دکتر یه جوری شما صحبت کردید که انگار استادی که تخلف کرد رو هم میخواید مماشات کنید باش. اینطوری که نیست. آقای دکتر در واقع آقای دکتر فاضلی که کنار شما نشستن عضو هیئت علمی پیمانی دانشگاه شهید بهشتی بودن. طبق مقررات عضو هیئت علمی پیمانی نه مأمور میتونه بشه نه سمت میتونه خارج از دانشگاه بگیره. ایشون در ریاست جمهوری در وزارت نیرو سمت داشتن. طبق گفته رئیس دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروهشون 2 سال حتی مراجعه یا حضور هم در دانشگاه نداشتن، خلاف مقررات عمل کردن. 8 سال دوره پیمانیشون طول کشیده، اخراج شدن. چه علمشنگه‌ای در دانشگاه و رسانه‌ها رو انداختن. ما 90,000 عضو هیئت علمی داریم دارن کار میکنن، وظایفشون رو انجام میدن. به خاطر 5 نفر حیثیت آموزش عالی ما رو خدشه‌دار کردن. اینا بازی سیاسی آقای دکتر، مقهور بازی‌های سیاسی نشید. آقای اسفندیاری، رئیس دانشگاه دروغ میگه و شما هم دروغ میگید. شما پیمانی نبودین؟ من پیمانی بودم. چطور سمت گرفتید؟ یه لحظه اجازه بده گفتی جواب بده. گفت به من تهمت دروغگویی زد. حالا بذار حرفشو بزنه. حق نداره تهمت دروغ بزنه. بابا صبر کن حرفشو چون نمیدانید. چون نمیدانید یا نبودی؟ چون نمیدانید. پیمانی بودی یا نبودی؟ من پیمانی بودم با مجوز هیئت امنای دانشگاه. با رئیس دانشگاه؟ بله. اینو نمیدونه؟ با مجوز هیئت امنای دانشگاه. آقای دکتر فاضلی ما در میزگرد منتشر کنید. چرا منتشر نکردید مجوزو؟ به مجوز منتشر نکردید. وزارت علوم بفرمایید. فاضلی 7,400 شکایت کرده 3 ساله جرأت نمی‌کنن رسیدگی کنن. جرأت نمی‌کنن رسیدگی کنن. جناب آقای دکتر شهاب اسفندیاری رو قطع کردیم به واسطه اینکه در امتداد میزگرد فرهنگی انتظار رفتار فرهنگی میره و این رفتار متناسب با شؤونات مخاطبان ارجمند رسانه ملی نیست. آقای دکتر پزشکیان خواهش میکنم شما صحبت بفرمایید. نه میکروفون شما قطع، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر پزشکیان بفرمایید. همین رفتار نشون میده ما هنوز تو فرهنگ مشکل داریم. بله. یعنی آدمایی که بشین آقای دکتر بشین، من جای تو حرف میزنم. در رسانه‌ای که ایشون به عنوان کارشناس با من مسئله شخصی داره. آقای پزشکیان خواهش میکنم شما بفرمایید. عذرخواهی میکنم. آقای اسفندیاری اجازه بدید. آقای پزشکیان بفرمایید. بسیار متاسفم که مشاور محترم جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، آقای دکتر محمد فاضلی رفتار ناشکیبایانه ای رو اظهار کردند و این جای تأسف داره. عصبانی نشو، آرام. ما موظف هستیم در برابر رفتار عصبی و هیجان زده مهمانانمون شکیبا باشیم و شما بینندگان عزیز از شما عذرخواهی میکنم. ماها وقتی که خودمون هیئت علمی هستیم و بعد معتقدیم فرهنگی هستیم، مسائل شخصی رو اینجا مطرح میکنیم که اصولا نباید مطرح میکردیم، بعد انتظار داریم تو جامعه فرهنگ هم درست بشه. من نمیگم کار ای درسته یا کار ایشون، من میگم نوع الان اگر با هم اختلاف هم داریم اینجا که نباید اختلافاتمون رو پشت تریبون بگیم. همینطور باید حرفمون رو بزنیم. ایشون میگه اینجوریه و بعدم نگه شما، ایشون بگه مثلا این مستندات خیلی متشکرم، ببخشید که ولی روند قضیه این که مثلا به یه آدم اینجا بشینن بگن آقا این اینجوری بوده و بعد اون بگه دروغه، این بگه مثلا شما دروغ میگید، با هم دعوا کنن، پس معلومه ما فرهنگ جامعهمون رو نمیتونیم درست کنیم، برای اینکه نوع گفتگو با همدیگه رو بلد نیستیم. اول خودمون رو باید اصلاح کنیم.
این روزا با نزدیک شدنمون به انتخابات و همینجور مناظره‌های 6 کاندیدای ریاست جمهوری تب و تاب داره بالا میگیره و درگیری‌های لفظی رو به افزایشه. طبیعت انتخابات و مناظره‌ها کلاً از آغاز انقلاب بدین شکل بوده و از سالیان گذشته تا و الان این اتفاقات در حال رخ‌دهی. نکته مهمی که توی این مناظره وجود داشت این بود که خود آقای پزشکیان به صراحت اعلام کرد نوع گفتگو رو با همدیگه بلد نیستیم. این مشکل نه تنها بین مردمه بلکه بین اکثر سران و شخصیت‌های سیاسی هم دیده میشه. همونطور که میدونید مسعود پزشکیان به همراه قالیباف و جلیلی جزو 3 کاندیدای برتر هستند که احتمال انتخاب شدن یکی از این 3 نفر به عنوان رئیس جمهور نسبت به بقیه کاندیدا بیشتره و همه چشم‌ها سو به این افراده که ببینن چه رفتار و واکنش‌هایی از خودشون نشون میدن. مسعود پزشکیان به همراه محمد جواد ظریف یه سفر به اصفهان داشتن که خود این سفر هم دور از حاشیه و جنجال نبود که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. اگه تا به الان ویدیو رو لایک نکردی لایک کن تا بریم سراغ ادامه ویدیو. همونطور که میدونید محمد جواد ظریف به همراه کاندیدای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در حال سفر به اقصانقاط ایران هستند و در سفرشون به اصفهان که اخیراً انجام شده حسابی سر و صدا کردن. در این سفر یکی از طرفداران ظریف از ایشون با کلی شعار حمایت میکنه که بعد از پشت سرش یکی میگه خجالت بکش ظریف. خجالت بکش ظریف. برو آقا برو. خجالت بکش. این فیلم که الان دیده شد بعد از منتشر شدنش در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای و از سوی کاربران به همراه داشت که محمد جواد ظریف خودش به این موضوع واکنشی نشون نمیده. سفر پزشکیان و ظریف به اصفهان بسیار پرشور بوده ولی خب دور از حواشی و جنجال هم نبود. همونطور که گفتم حواشی و جنجال ها دور تیم پزشکیان و قالیباف و جلیلی بسیار زیاده که به احتمال زیاد یکی از این 3 نفر رئیس جمهور آینده خواهد بود. نظر شما در مورد این 3 کاندید چیه؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید. این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون که با لایک و کامنت های زیباتون بهمون انرژی میدید. اگه کانال سرزمین حواشی رو سابسکرایب ندارین از همین پایین سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم به صدا در بیارین تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید.